خوش اومدین به بخش دوم از فصل اول، جایی که ما به بررسی دقیق‌تر ارزهای دیجیتال و بلاک چین میپردازیم. نحوه امنیت و رمزنگاری این سیستم رو بررسی خواهیم کرد و میفهمیم چرا ارزهای دیجیتال انتخاب ایدئالی برای تراکنش‌های مالی ما هستند. یکی از جنبه‌های جذاب بلاک چین امنیت اونه. بلاک چین از الگوریتم‌های رمزنگاری پیچیده‌ای استفاده میکنه با هدف اینکه تمام اطلاعات رو محافظت کنه. بیایم فرض کنیم میخوایم یه تراکنش مالی انجام بدیم. این تراکنش با استفاده از رمزنگاری مناسب در یک بلوک ثبت میشه. سپس این بلوک به زنجیره بلاک ها اضافه میشه. هیچ کسی هم نمیتونه تراکنش رو تغییر بده یا حتی از اون سوء استفاده کنه. امنیت فوق‌العاده بلاک چین به ما این تضمین رو میده که تراکنش ها به طور کامل و قابل اعتماد انجام شدن. ارزهای دیجیتال همچنین بهترین روش برای انجام تراکنش های امن و خصوصی هم هستن. بیایم یه مثال دیگه بزنیم. فرض کنید که میخواید یه تراکنش انجام بدین و نیاز به ارسال اطلاعات حساسی مثل شماره کارت اعتباری و بانکی خودتون دارین، ولی با استفاده از ارزهای دیجیتال تراکنش کاملا خصوصیه. بدون نیاز به افشای اطلاعات شخصی این کار انجام میشه. یعنی مطمئنید که اطلاعات، تراکنش ها و هر چیزی که در سیستم سنتی به امنیت شما آسیب میزنه در حال حاضر در امان و کسی بهشون دسترسی نداره. خب پس تا اینجا مطمئن شدید که بلاک چین امن‌ترین بستر برای انجام تراکنش های مالی ماست. اما فقط فاکتور امنیت باعث شده این تکنولوژی انقدر محبوب و گسترده بشه؟ مسلماً نه. بخش بعدی فصل اول به یکی دیگه از مزیت‌های بلاک چین میپردازیم.